سلام، من افروزم، میشینم همسرم مهدی. ما با هم توی دفتر معماری کار میکنیم. این که با پارتنرتون توی یه جا کار کنی یه سری چالش‌های باحال داره که حتما یه سری کامل براتون تعریف میکنم. در حال حاضر که خیلی داره من توی سر کار با مهدی خوش میگذره که به نظرم این یه شانس بوده که با هم کاریم. امسال قرار شد که توی نمایشگاه صنعت ساختمون شرکت کنیم. خب شرکت کردن توی نمایشگاه خیلی پروسه‌های اداری داشت. از اونا که بگذریم، با یه شرکت قرارداد بستیم برای غرفه‌سازی. قرار شد یه ناظر از سمت شرکت سر غرفه‌سازی باشه. این مسئولیت به عهده مهدی گذاشته شد که خیلی اذیت شد تا غرفه یه چیز قابل تایید بشه. شرکت غرفه‌سازی برخلاف قراردادشون خیلی بی‌مسئولیت بودن و این بی‌مسئولیتی مهدی رو مقابل کلی چالش و استرس برای اینکه غرفه در نهایت چیز قابل قبولی بشه قرار داده بود. از روز اول که جره ثقیل بعد آوردن پله توی غرفه گفته بود وقت ندارم و از طرف دیگه هم حتما هم از جره ثقیل‌های خود نمایشگاه باید استفاده میشد. آوردن جره ثقیل و هر امکانات دیگه‌ای برای غرفه از بیرون نمایشگاه گویا خلاف قانون بود. این باعث شده بود هم وقت بیشتری تلف بشه، هم هزینه‌ها بالاتر بره. شرکت غرفه‌سازی یه سری پنل چوبی استفاده شده واسه خودش آورده بود. میگفت اینا نوع رنگاش برای شما انجام شده و اصلا رنگامیزی به صورتی بوده که مهدی میگفت اصلا قابل قبول نبوده. از یه طرف دیگه هم یه عکاسی قرار بود بیاد از روند غرفه‌سازی و کل نمایشگاه یه تیزر بهمون تحویل بده که روز اول با کلی قرعه ادا اومد، بعدم که کلا دیگه مجموعهشون جواب تلفن نمیدادن و ما موندیم و بدون عکاس و فیلمبردار برای 4 روز نمایشگاه. خب امروز اول سری منویر زدن که خیلی بد زدن. کشیدن دوم این که پله ها رو باز کردیم، پله ها رو نجابت کردم و خلاصه ماجرا این شد غرفه شرکت ما. روز اول نمایشگاه ما داریم میریم به سمت نمایشگاه. روز اول نمایشگاه است. این پیک آخرمه. این پیک آخری بود. آرش وسطای کارمون هم یه سری به غرفه های دیگه زدم. توی غرفه یه باریتسا داشتیم که هم نوشیدنی گرم سرو میکرد هم سرد. آخر روز اول نمایشگاه له خسته و خیلی گرم بود. خیلی که خروجی نمایشگاه هستیم. خیلی هم خسته. خروجی نمایشگاه تو گرما الان واقعا این میچسبه. امروز 13 مرداد روز دوم نمایشگاه. شب ساعت بودم 1:30 بود. من خوابم نمیبرد. خیلی خوابالوییم. ولی داریم میریم یه روز جدید شروع کنیم. جمعه است. خلوت پیش به سوی نمایشگاه. نمایشگاه صنعت ساختمان کلا خیلی پربازدیده. اکثر برندایی هم که اومده بودن جزو برندای لاکچری حساب می شدن. این پیک هزارمه، بازم هوا خیلی گرمه.
و همینجور که مشهوده صدا رفته. دارم میگم امروز روز آخر نمایشگاه و خیلی گرمه و هر چقدر نوشیدنی میخوردم بازم گرم و گرم و گرم. گرمه گرمه روز آخر نمایشگاه، انرژی خالی و 4 روز شلوغ پرماجرا بسیار بسیار گوار. تمام خوبی‌ها و بدیاش تموم شد. فردای پایان نمایشگاه هم که روز تخریب غرفه هاست و مهدی و کیان با هم دیگه رفتن تو دل این کار. میبینید که مهدی ناظر ماجراست، هی به کیان میگه برو بالا برو بالا و چه میکنه این بازیکن؟ پله به این سنگینی و مهار داره میکنه. بارونه. من و بادری داریم پله ها نهار میکنیم. کاتالوگام هست. همینو برو بالا. برو بالا. بره از اون خیابون بالایی بره بیرون. نه نمیره. با این قیافه خوشحال مهدی این 4 روز و روزای قبل و بعدش به پایان رسید.